السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم من خالد است. حسن زاده تخلصم است. نام پدرم است. من اولی ساعت روز پنجشنبه ساعت 4 بجه دیگر مرا سایه حوزه 16 مکریان کنه اختطاف کردم. دستای مرا ولچک زدم. مرا در موتر خودم انداختن، در سیت پشت سر، در پشت چوکی مرا زده اینه تو دستانم اینجا کش کردن. مرا بردن گفتن میبریم حوزه 16. حوزه 16 هر چی رفتیم نرسیدیم. یک وقتی که من خبر شدم که در خانه داخل شدم، چشمایم بود در تاکوی مرا تا کردن 3-4 جای. سعی کردم که از چراغ که روشن شد چون شو بود، سعی کردم که یک کمود است، یک نمق خانه تشنابک است، من همیشه انداختم. کلکینام دیوال کردگی است. باز صبحش که روز جمعه من ساعتای یعنی 12 بجه فهمیدم، هر چی را پرسان میکردم که ساعت چند بجه است، من نماز بخوانم، بانین وضو کنم، او بتین ماما نمیداد. آخر دیدم که سر صدا چوب شد. شب تا صبح 2 نفر اونجا پیرادار بود، دستای ملچک بود، اینه کلش میفهمیم که اوگار باد کرده، پای ملچک بود، در گردنم زولانه انداختن. دیگه زولانه را خدا خیر بده و همکاری امارات اسلامی مجاهدین ما، خداوند سایه از یار کم نکنه از سر ما. اینا بسیار مردم شریف هستن. ما از اینا تا خانه خدا خوش هستیم. برازا میگم اینا مردم خوب هستن. بیا او بخنه غواړم ته بیا 12 حوزې مجاهدینو زنګل ته راغی او تاسو درته اوس 12 حوزې ته راوړی. له 12 حوزې نم تشکر. خیر